ایشون میفهمیدن ما در برابر جنود فراوان شیطان قرار داریم. یک جند مثلا یک سرباز دروغ، سرباز خودستایی، سرباز عشق به مال. ایشون میفهمیدن در میان جنود بگردید قبل از ماه مبارک رمضان، ببینید کدوم عیب بیشتر از همه حمله میکند به انسان. برای افراد مختلفه. یکی مثلا عیبش چشمشه، یکی عیبش گوششه، یکی عیبش پرحرفیه، یکی عیبش فرض کنید مسائل دیگه فرض کنید اخلاقیه. انسان وقتی میخواد نماز بخواند ببیند چه چیزی زودتر حضور قلب او رو میگیره. این اون دشمن اصلیه. یا در موقعی که تعادل روانیش انسان از دست میده، مثلا عصبانی میشه یا خیلی دچار شهوت میشه. این حالات هستش که انسان رو دقیقاً نشون میده نقطه ضعف و به تعبیر حال از مرحوم علامه اون روزنه‌ای که از اون روزنه شیطان حمله میکنه. ایشون میفهمیدن در اول ماه مبارک دقیقاً مراقب اون روزنه باشه انسان. و واقعاً اگر انسان 40 روز، یعنی حالا ماه مبارک رمضان 30 روزه، ولی بنا رو بگذارد که از قبل از ماه مبارک با امام زمانش قرارداد ببنده، اون روزنه رو به مدد حضرت محکم مراقبت بکنه. درست مثل کوه احد که پیغمبر فرمودن مراقب باشید از پشت ضربه نخورید، اون روزنه احد خودش رو ببنده.